بهر پیشگیری از بیماری همگیری کووید 19 شهردار خوجند به قرار آمده بود که در مرکزهای دلخوشی و کلوب‌های شبانه بسته گردیده در مهلت معین فعالیت آنها بازداشته شود. تا کجا مرکزهای دلخوشی این اقدام شهرداری را اجرا کردند، گزارش همکارانمان موضوع را پیگیری کرده است. مرکزهای دلخوشی شبانه از آن جمله اپرا، امنیزیا، خوکانتا، پارلمانت، بارباروس فعالیت دارند. این در حالی است که اداره بهداشت در خوجند با دستور یک قرار کار آنها را تا به اعتدال آمدن وضعی بیماری همگیر منع کرده بود. ما دایر به این موضوع شب 26 اکتبر تحقیقات گذراندیم. ما تصمیم گرفتیم که موقتا تا به اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی، یعنی که تا پس شدن سطح بیماری سیرویتی که محض در موسم سرما سر میزند، یعنی که بیماری های سیرویتی شدید راههای نفسی که برانگیزنده شان ویروس ها می باشد، ما موقتا انامین کلوب ها، یعنی که دیسک کلوب ها و موضع های دلخوشی را موقتا باز داریم. این همه این چاره ها محض به خاطر پیشگیری بیماری سیرویتی می باشد. بغیر از این مرکزهای دلخوشی باز دیگر کلوب هایی که نه فعالیتشان را آغاز کردند در خود را شبانگاه برای مخلصانشان باز کردند. از روی خط مرکزهای دلخوشی که باید منع کرده شوند و آن در قرار مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهری خوجند آمده است. اینچنین در خبری که سنه 23 اکتبر سخنگوی شهردار خوجند در صفحه فیسبوکیش گذاشت، از آن همگی در مرکزهای دلخوشی یاسومن و آچل سخت بود. ما خواستیم فکری راهبران مرکزهای دلخوشی را نیز در این مسئله گرفته باشیم، اما یکی از آنها بعد چندین مراتب زنگی ما همگی یک مرتبه پاسخ داده وعده شب صحبت کردن را داد، ولی هنگام زنگ ما در شب پاسخ نداد. شماره زنگ‌های رفته و سخن راهبری یکی از آن مرکزهای دلخوشی در دست ما محفوظ است. چند کس شما؟ 3 نفر. کیما؟ تو جوران چه؟ جان دیوان 100 سامانه درآمد 30 سامانه. 100 سامان دیوان. ما 3 کس مثال میخرید. من تو جوران که من بیرون باید یک زنم یا برا؟ خب من شما. سلام علیکم. سلام علیکم. این چه استاله شد؟ نفر رو چه؟ یک نفر شدنش می استال بچه؟ چند پول؟ استاله؟ بازرده؟ کجا؟ سخت کرد؟ اگر تیز میخیستی باشم و میشده، اگر ندالگو میشتی باشم سوایده. سلام علیکم. دستومی هسته که؟ دستومی؟ باید چکل؟ کرسی هاشو باید چکل؟ واقعا شکل چکل دیوینی خطرک 30 سامان کلانش 50. هم تیابا دیده برام یه چیز داره؟ نرمال آدم 520 ها؟ دیوانه حالی خالی. ها؟ دیوانه خالی شده؟ تازه منو چند سه کسی چرده میدونم که جلوی بچه گیت میست. من خب سلام علیکم. چه شما؟ چند سومی هستین؟ 30 سامان سری آدم ها؟ ستالاشو باید چه؟ 30 سامانی 50 سامانی 60 سامانی پیش بار بیپول. به مسکه میتی چی؟ یا با هم خبرش تو برام هست هم تو بینم باز هم تو میبینم با اکثر بچه های گشتی میبینم برا ممکن ندیده برام نه مالی خواهد سلامت باز میبین چراغایی که بیم
کشموناف یک نفر چند سومون؟ 50 سومون و یک چی؟ کرسیاش چی؟ کرسیاش چی کن؟ کرسیاش چی؟ جای نشستش چی؟ 70 سی یک نفر درمانش 50 سومون کسا چه میکار میموندم؟ 50 نمک از مو عکسه کس میدم. این در حالی است که شهردار خوجند در جنبست 9 ماهه مرکز ولایت سوخت را یکی از شهرهای آسیب پذیرترین بیان کرده بود و با مسئولین اداره بهداشت و مقامات های حفظی حقوق وظیفه گذاری نموده بود که در همین مرکزهای دلخوشی شبانه را بندند. اینچنین معروف محمدزاده بیان نمود که مرکزهای سودایی که قاعده های بهداشت در آنجا رعایت نمی شود، بازار شبانه یعنی دهقان بازار، سودای سر راهی پرره بسته شود. بازارها و توی و معرکه ها به ترتیب درآورده از صاحبان توی پیش از برگزاری مراسم بیان خط گیرند. ثبت اسناد حالت شهروندی با گروه مردم منع کرده شود. این مراسم با 4 نفر دایر گردد. در بیرون بینای ثبت اسناد حالت شهروندی عکسگیری ها منع کرده شوند. این شوخی جان آدم رفته است، تلفات شده است. همه تو محله من رئیس محله میدونید که کدام محله از کدام کوچه که کدام سبب که فوتید. لازم جزا جنازه. ضمن جلسه 9 ماهه اطلاع داده شد که 45% گرفتاران بیماری کرونا بعد از اشتراک در توی مراسم ها سرایت یافتند. اینچنین 28% منبع بیماران اهل خانواده آنها می باشد. حتی از یک عائله 5-6 نفر گرفتار بیماری گردیدند. از آغاز پاندمی تا امروز در مرکز ولایت 4650 نفر گرفتار بیماری گردیدند که 3114 نفر در بیمارخانه های ولایتی، بیمارخانه استراحتی، تولدخانه شهری طبابت گرفتند. 1536 نفر باشد همچون طبابت امبولاتوری زیر نظارت طبیبان قرار داشتند. از 4650 نفر بیماران التهاب شش برای معاینه نمودن کرونا تشخیص گرفته شده است. در وقت گذراندن معاینه اپیدمیولوژی 8908 علاقمندان با بیماران دریافت شده 14 روز به کرانتین گرفته شدند. تهمینه عثمانова دیرکتور مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند ضمن صحبت با ما گفت اداره بهداشت حال سنجشی کلوب‌های بوکمیکری و مرکزهای کامپیوتری را آغاز کرده است. امروز аллакай гурӯҳи корӣ ташкил карда шудааст нисбати он ҷойҳое ки ҷойҳои бозиҳои компютерӣ мебошанд, барое ки асосан хеле ки таҳлилҳои эпидемиологӣ нишон медиҳад, яъне гузаронандагони ин беморӣ асосан кӯдакон мебошад ва маҳз дар клавиатураҳои анамин бозиҳои компютерӣ гӯем бисёртар ҷамъшавии вирусҳо ба амал меояд ва имрӯз аз тарафи кормандони марказ гурӯҳи кории алоҳида ташкил карда шудааст ки онҳо тамоми анамин марказҳои компютерӣ ва ҳамчунин нуқтаҳои букмекерӣ ва он тотализаторҳое ки асосан ҷамъшавии одамон дар он ҷо зиёд аст, инҳоро дида мебароем ва нисбати онҳо низ қарорҳои дахлдор ба амал меорем. ساکنان در صفحه‌های فیسبوکی زیر خبری بسته گردیدن مرکزهای دلخوشی شبانه چنین شرح‌ها را نوشته بودند: خیریت میشد است کو توی خانه‌ها را هم خبر گیرند، کسی که توی برفت بیمار شده ایستاده است، برابری، آفرین، کاری ثواب کردید اگر دروغ نباشد. به کرونا ویروس همین خیلی محکم کنند زندگی مردم خوب میشه، جنگ و جنجال کم میشه و مردم سری وقت خانه میروند، زندگی تغییر مییابد. خبری مذکور شرح و نظرهای زیادی را به بار آورده است که شما میتوانید از صفحه‌های فیسبوکی دریافت کنید. امید می‌رود که پیشنهاد رئیس شهر به زودی عملی می‌شود و پیش راه بیماری کمی باشد هم گرفته می‌شود.